آب از رود سیستان تا رگ خانه ایران روایتی شاهنامه‌ای. بشنو ای هموطن از آب که چگونه در این دیار از رودهای خروشان تا رگ خانه ها در هر گذر و هر دیار نقشی حیاتی و داستانی کهن دارد. با لحن پهلوانان قصه او را بشنو که بر جان نشاند. فرگرد اول، رود سیستان، پیشانی ایران در آغوش آب. به سیستان آن سرزمین قهرمانان بنگر که رود هیرمند چون رگ حیات در آن می‌گذرد و می‌گذرد. از کوهستان پرفراز تا دشت تشنه آب زندگی می‌بخشید و از خشکی این سرزمین را می‌رهاند. کشاورزان سیستان با دانش نیاکان آب را به مزارع خود هدایت می‌کردند، با عشق و با جان. در آن روزگاران رود تنها آب نبود که مایه معاش، نماد قدرت ایران در برابر دشمنان بود. فرگرد دوم، سازه‌های آبی، نبوغ ایرانی در مهار آب. از بندها و سدها تا کاریزهای شگفت، ایرانیان آب را چون گنجی گران در مهار خود گرفتند. در تخت جمشید آب از کوهستان جاری بود. در جویبارها، در باغها و در ایوانها زندگی می‌بخشید و می‌آفرید. کاخ جمشید با آب چون نگینی درخشان بر بلندی‌ها می‌درخشید و صلابت ایران را می‌نمود در هر آن. در شهرها، نهرها چون شریان‌های زندگی، خانه‌ها و بازارها را سیراب می‌کردند و می‌دادند نشاط و زندگانی. فرگرد سوم، آب در خانه ایرانی از ایوان تا اندرون. به خانه ایرانی در عهد باستان نظر کن. ایوان خانه با حوض آب چون نگینی دلربا بود و دلنشین. آب در حوض چون آینه‌ای آسمان را می‌نمود و خنکای آن چون نسیم بهشت جان را می‌آسود. در اندرون خانه آب نقش دیگری داشت. در حمام تطهیر تن و جان با آب گرم و سرد میشد چه خوش داشت. در آشپزخانه آب مایه پخت و پز و در سفره نماد پاکی و برکت در هر روز و هر شب. فرگرد چهارم، آب در آیین زرتشت، پاکی و قداست. در آیین پاک زرتشتی آب مقدس بود. با آتش در کنار هم نماد پاکی و حق می بود. در مراسم مذهبی از آب پاک استفاده می شد و در زندگی روزمره احترام به آب وظیفه هر پیر و جوان بود. آتشکده ها در کنار چشمه ها بنا می شدند و آب در این مکانهای مقدس با تقدس مورد استفاده قرار می گرفت. آب نماد پاکی روحی و تداوم زندگی در جهانبینی زرتشتی از اهمیت بسزایی برخوردار بود. فرگرد پنجم، گذر زمان، چالش آب در خانه‌های امروز. امروز در خانه‌های ما آب گویی گوهری نایاب گشته. شیرهای چکه کن چون زخمی بر پیکر آب دردناک است و گشته. باید با تدبیر آن را مصرف کرد و قدر دانست تا فرزندان ما در آینده از این نعمت محروم نمانند و این است اصل داستان. استفاده از آب باران یا آب تصفیه شده راهی است نو برای صرفه‌جویی و حفظ این گوهر بی‌بدیل. آب در خانه ما فقط برای نوشیدن نیست که برای شستشو، برای آشپزی و برای تازگی باغچه نیاز است و بس. فرگرد ششم، خانه فردا، آب هوشمند و پایدار. در خانه‌های فردا آب هوشمند خواهد بود. سامانه‌های خودکار که مصرف آب را مدیریت می‌کنند و می‌دانند. آب خاکستری در باغچه و آبریزگاه
دوباره به کار گرفته می شود و زندگی می یابد بیگمان. طراحی خانه‌ها با محوریت آب، با حیاط‌های کوچک و باغچه‌های عمودی که آب را کم مصرف می‌کنند، یا با استفاده از سیستم‌های هوشمند آبیاری که آب را به اندازه و در زمان مناسب به گیاهان می‌رسانند. فرگرد پایانی: آب روح خانه ایرانی از سرچشمه تا همیشه. پس بدان ای دوست که آب تنها یک مایع نیست که روح خانه ماست، تاریخ ماست و نماد زندگی است. از رود سیستان تا رگ خانه ما، آب همواره یار ما بوده و خواهد بود تا ابد. پس بیایید قدر این گوهر پاک بدانیم و آن را با عشق و تدبیر در خانه‌هایمان حفظ کنیم و پاس بداریم که آب زندگی است و زندگی بدون آب هیچ است. پس آب را گرامی بداریم تا زندگی جاودان گردد و پایدار.